قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از سلسله برنامه‌های زلال ایمان خدمت شما عزیزان قرار داریم. همکاری عزیزم استاد سلیمانی عزیز را یک بار دیگر کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی گرامی تقدیم نموده ایشان را یک بار دیگر خیر مقدم میگویم. من هم عرض سلام دارم، ادب احترام خدمت شما سرور گرامی هم استاد رحیمی عزیز و همچنین همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و امیدوارم که در این لحظاتی که در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم آنچه که مورد رضای الله متعال است در این جلسه ما اجرا بشه. آمین آمین یا رب العالمین. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز و گرامی، البته در برنامه های گذشته ما روی موضوع ایمان بحث هایی داشتیم. اگر فراموش نکرده باشید در آغاز ما به ارکان ایمان یا به همان حدیث جبرئیل که معروف است در آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ارکان ایمان اشاره میکنند. ارکان ایمان را ذکر کردیم که ایمان دارای چند رکن می باشد و کدام ها. اولین رکن از ارکان ایمان ایمان به الله متعال بود که اساسی ترین رکن از ارکان ایمان هست که بقیه ارکان بدون این رکن امکان پذیر نیست، یعنی وقوع پذیر هم نیست، تصورش هم ممکن نیست. بعد گفتیم در باب ایمان به الله متعال البته ما به موارد نیاز داریم که در این موضوع باید آن را مد نظر بگیریم که ایمان به الله متعال تحقق یابد. در اینجا اولین بحثی که مهم بود این بود که ما به وجود الله یا با وجود یک ذات خالق و متصرف و مدبر کائنات ایمان داشته باشیم که یک ذات وجود دارد که کائنات را آفریده و با این نظم خاص کائنات را میچرخاند که همون ذات الله متعال هست و برای اثبات وجود آن ذات دلایل متعددی را از آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم خدمتتان عرض کردیم. بعد گفتیم اگر کسی با وجود یک متصرف، با وجود یک ذات خالق باور داشت و قبول کرد که یک ذات هست که کائنات را متصرف هست و کائنات را خلق کرده و آن را میچرخاند، آیا همین کفایت میکند؟ نه خیر. ما گفتیم موارد بعدی که در باب ایمان به الله متعال نیاز هست و لازمی هست ایمان آوردن به افعال الله متعال هست که او ذات یک ذات علیاذ بالله جامد نیست، بلکه ذاتی است که دارای افعال هست، دارای اسما و صفات هست، فعلهایی را انجام میده که خلق است، رزق است، پناه دادن است، دادن ملک و پادشاهی است، گرفتن اینهاست، دادن عزت است، گرفتن عزت هست. تمام این امور، تمام این افعال مخصوص الله متعال هست که از جمله آنها زنده کردن، میرانیدن، احیا و اماته و غیره هم شامل هست. بعد گفتیم آیا کسی اگر به این چیزها هم قبول بکنه که واقعا خالقی هست و خلق را هم الله پیدا کرده، مخلوقات را الله آفریده، زندگی و مرگ به دست از او است، آفرینش آسمان و زمین را او انجام داده، آیا این کفایت میکنه؟ این بحث البته در برنامه گذشته تا اینجا ما رسیدیم که به افعال خاصه الله متعال نیست ایمان داشته باشیم. حالا سوال اینجاست از استاد سلیمانی عزیز. استاد سلیمانی عزیز،
فکر میکنیم ما یا یک از بنده های الله به یک ذات خالق و یک ذات مدبر متصرف کائنات باور داره که یک ذاتی هست که این نظم کائنات را با این شکل، با این ویژگی، با این طریقی بسیار درست و عالی میچرخانه. ذاتی هست، باور داریم به او و او ذات البته یک ذات جامد نیست، بلکه ذاتی است که افعال دارد، دارای اسما و صفات است، زندگی و مرگ به دستی از او است، ذلت و عزت تنها او میدهد، پناه دهنده تنها او هست. یعنی به افعال الله متعال هم ایمان داریم که خالق آسمان و زمین او هست، زمین و آسمان را او آفریده، شب و روز به دست از او است، او میچرخاند شب را در روز، روز را در شب. آیا همین در باب ایمان به الله متعال همین قدر کفایت میکنه یا به موارد دیگری هم نیاز هست در این باب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونگونه که شما اشاره فرمودید، ما در باب ایمان به الله متعال بعد از وجود الله متعال، اعتراف به وجود الله متعال که اصلا قبول بکنیم که هست ذاتی به عنوان مالک عالم و مدبر عالم، بعد از اون این مدت به تنهایی کافی نبود، همونگونه که اون به تنهایی کافی نبود و نیاز بود که خب ما این ذات رو بشناسیم. و گفتیم که این ذات رو ما چون نمیبینیم و این ذات دیده نمیشه، چون ذات الله متعال رو نمیبینیم، چطور بشناسیم؟ ما آنچه رو که نمیبینیم از افعالی که اتفاق میفته و از صفاتش ما اون رو میشناسیم. درست. اگر ما در دنیا ذات الله متعال رو نمیبینیم، اما با افعال الله متعال، با صفات الله متعال که اینها دلالت بر وجود الله متعال دارن، ما الله متعال رو میشناسیم. به همین خاطر گفتیم مرحله بعدی بحث شناخت افعال الله متعال هست و اینکه خالق و مالک و مدبر و ممیت و محیی و آنچه که اتفاق میفته به دست الله متعال است و الله متعال این افعال دلالت داره بر وجود الله متعال و ما باید به اینها معترف باشیم. اما آیا در سوال شما، پاسخ به سوال شما که آیا ما به مجرد این که فقط به تنهایی اعتراف بکنیم به وجود الله متعال و یا اعتراف بکنیم حتی فراتر از اون به مرحله دیگر، مرحله دوم که الله متعال خالق، مالک، مدبر و زنده میکنه، میمیرانه، مالک الملک و همه امور عالم به دست اوست، آیا به تنهایی این کفایت میکنه یا نه؟ تا اینجا رو که ابوجهل هم قبول داشت، ما تا اینجا رو که ابوجهل هم قبول داشت. اگر بگیم فقط همینقدر کافی هست، ما در برنامه گذشته به تفصیل آیات مختلفی رو ذکر کردیم، از کلام الله مجید من جمله آیات 31 سوره مبارکه یونس و آیات 84 به بعد از سوره مبارکه مؤمنون رو که در این آیات الله متعال برای ما معرفی میکنه از زبان رسول صلی الله علیه و سلم به صورت سوالی، یعنی سوال مطرح میکنه که ای پیامبر من بپرس، قل من بیده ملکوت کل شیء، در پایان سوره مبارکه در آیات سوره مبارکه مؤمنون از اول فرمود قل من الارض و من فیها، مالک آسمان ها و زمین آن چیزی که در زمین است و آنچه در زمین است و مالک آنچه در زمین است کیست؟ و همچنین فرمود که کسی که مالک آسمان هاست، آسمان های هفتگانه، بپرس من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، و مالک و پروردگار عرش بزرگ کیه؟ چه کسیه که پناه میده و کسی در مقابل او پناه داده نمیشه غیر از اون. و قل من بیده ملکوت کل شیء، چه دست چه کسی پادشاهی همه چیز. اینو در سوره مبارکه مؤمنون داشتیم و باز در سوره مبارکه یونس وقتی که الله متعال فرمود که بگو کیه که شما را رزق میده از آسمان و زمین، کیه که مرده از زنده خارج میکنه، زنده از مرده خارج میکنه، کیه که مالک چشم ها و گوش های شماست، کیه که تدبیر امور عالم دستونه. همه این سوال ها رو وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مشرکین مکه میپرسیدن، جواب رو خود الله متعال فرمود که فسیقولون الله، اینها خواهند گفت به پوزش که الله متعال که همه این کارهایی که مطرح شد را انجام میده. اینو کی میگه؟ اینا رو کی میگفتن؟ مشرکین قریش. این پاسخ ابو جهل و ابو لهب بود. یعنی الله متعال برای ما معرفی فرمود که در این بعد ابو جهل و ابو لهب هم این رو قبول داشتن. نه تنها ابو جهل و ابو لهب، ما حتی اگر برگردیم قبل از اون هم وقتی که نگاه میکنیم دیرتر به انبیای گذشتن، وقتی برمیگردیم انبیای الهی که قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن، از خود نوح علیه السلام بگیریم و تا زمان رسول صلی الله علیه و سلم، الله متعال میفهمد که و ما ارسلنا من قبلک من رسول
من الله با عظمت نفرستادم قبل از شما هیچ پیامبری رو الا نوح الیه، مگر اینکه من الله با عظمت بهش وحی میکردم انه لا اله الا انا، که هیچ معبود به حقی نیست جز من. اینجا بحث این که هیچ خالقی جز من نیست مطرح نیست، هیچ مالکی جز من نیست مطرح نیست، هیچ کسی مدبر امور عالم جز من نیست مطرح نیست. اینجا یک مقوله دیگه مطرحه، اصلا یک مقوله دیگه مطرحه که مورد بحث ماست الان. پس موضوع این که در بحث این که ما اعتراف بکنیم که فقط الله متعال به عنوان خالق و مالک و مدبر و متصرف در امور عالم هست، این به تنهایی هیچ فایده نداره. این به تنهایی تا اینجا ابو جهل هم داشته، ابو لهب هم داشته، بلکه از این فراتر و شیطان هم داشت. همون جایی که ما در آیات اشاره کردیم که آیات قرآن کریم اشاره میکنه که شیطان خودش اعتراف میکنه به الله متعال، قال فبعزتک، به عزت الله متعال هم اعتراف میکنه و قسم میخوره حتی خلقتنی من نار و خلقته من طین، و گفت که تو من از آتش خلق کردی، انسان رو از گل خلق کردی و آدم رو از گل خلق کردی. یکی از دلایلی که برای عدم سجده خود ذکر این اعتراف کرد به خلقت الله متعال که توی خالق، تو خلق کردی. همچنین گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، حتی گفت که من رو تا روز قیامت اجازه بده، یعنی به قیامت هم اعتقاد داشت. همین که الله تعالی خالق اعتقاد داشت، به عزت الله متعال هم قسم خورد و به اینکه متصرف در امور عالم الله تعالی است به این هم اعتقاد داشت. همینا رو الله متعال در قرآن داره برای ما معرفی میکنه که اینا بود و هست. و اون ابلیسی که الان ما اون رو مظهر شر و نماد شر میدونیم اینا رو باور داشته. پس این که ما فقط به ربوبیت الله متعال، به تعبیر حالا اعتقادی در علم عقیده، ما به ربوبیت الله متعال اعتقاد داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی این که فقط تنها خالق آسمان ها و زمین الله تعالی است و تنها متصرف در امور عالم الله تعالی است، این هم کفایت نمیکنه. حالا اون کسانی که تا اینجا هم میلنگن، اون که اون حسابش جداست اصلا کنن. یعنی کسی که حتی در این موضوع هم شک داره که با الله تعالی خالقی در آسمان و زمین کسان دیگری هم خلق دارن در آسمان یا در زمین و در تصرف آسمان ها و زمین اختیاری در آسمان ها و زمین دارن، اینا که ایمانشون به ابو جهل نرسیده، اینا یعنی حتی ایمانی پایینتر از درجه ایمان ابو جهل و ابو لهب و ابلیس دارن، که حتی در آن بدیهیاتی که ابلیس هم معترف بود، ابو جهل هم بهش معترف و ابو لهب هم معترفه، اینا تو اونم شک دارن. اینا که جزء بدیهیات اصلا در این باب، ما تو این بحثی نداریم اصلا. اینکه کسی الله متعال رو در باب ایمان تنها خالق عالم و تنها متصرف عالم و وحدانیتش رو در وجودش و وحدانیتش رو در خلقتش و وحدانیتش رو در ملک و پادشاهیش و تصرفش در عالم قبول بکنه، این رو که همه قبول داشتن، چون شیطانش چه ابو جهل ابو لهبش. اما مشکل کجا بود؟ که اینها پس چرا اینها الله متعال ایمان اینا رو قبول نکرد؟ اینا رو قبول تا اینجا ما اومدیم که آیات میفرمایند که تا اینجا اینها اعتقاد داشتن، پس به تنهایی اینها کافی نیست و این که ما فقط الله متعال اثبات بکنیم و خالق بودنش رو، مالک بودنش رو، متصرف بودنش رو اثبات بکنیم، این کافی نیست. یک مرحله دیگه باید بریم جلو. اون مرحله چی است؟ مرحله بعدی اینه که ما وقتی که اعتراف کردیم که الله خالق و مالک و متصرف در امور عالم هست، ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید الان این ذاتی که تمام اختیار عالم به دستش است و امور عالم به دستش است، ما تمام عبادت‌های خودمون رو خاص بکنیم برای این ذات. مسئله اینجاست. تمام قیل و قالی که مطرح میشه، تمام آنچه که در دعوت انبیای الهی مطرح شده، همین مسئله است. همون چیزی که خداوند برای او ما را پیدا کرده. دقیقاً همین عبادت هست. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، اصلا الان مسئله اینجا معنا پیدا میکنه. الله متعال خالقه، تمام آسمان و زمین رو خلق کرده. چرا خلق کرده؟ مدبر تمام آسمان و زمینه و این خلقش رو داره تدبیر میکنه و همه اینها رو داره کنترل میکنه و همه اینها رو داره اداره میکنه. یک هدفی از خلقت آسمان و زمین هست. این آسمان و زمین بر چی خلق شده هستن؟ الله متعال فرمود هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. در آیه 29 سوره مبارکه بقره، الله متعال تمام آنچه که در زمین هست رو برای شما خلق کرد. خلق لكم، برای ما انسان ها و جن ها. درست. خلق لكم ما فی الارض جمیعا، یعنی کره زمین، همه این چیزا که هست. نه تنها زمین، بلکه تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هست، فراتر از زمین. حالا زمین شما در نگاه اول می‌بینیمش، نگاه می‌اندازیم دور برمون می‌بینیم، بعد که با آسمان نگاه می‌کنیم یک عالم دیگه می‌بینیم. در آیه 97 سوره مبارکه انعام
الله متعال میفهمد هو الذی خلق و هو الذی جعل لكم النجوم. جعل لكم قرار داده برای شما، برای کی؟ بازم برای ما انسان ها و جن ها. لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تا اینکه شما رهیاب بشید در تاریکی های شب روز. یعنی آسمان و زمین رو الله متعال خلق کرده برای چی؟ انسان ها. اما انسان ها و جن ها، ما انسان ها و جن ها رو چرا خلق کرده؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در 56 زاریات الله متعال فرمود که من خلق نکردم جن ها و انسان ها رو. جن ها بر ما مقدم شدن چون گفته میشه که اونها هم زودتر از ما خلق شدن، هم همین که مقدارشون و تعدادشون از ما بیشتر. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم جن ها و انسان ها رو مگر اینکه عبادت من الله متعال رو بکنن. چیزهایی که در کائنات بود برای این دو خلق شده. همه زمین و آسمان و همه مخلوقات برای انسان ها و جن ها خلق شدن. درست. و انسان و جن به خاطر عبادت خلق شده. حالا این مسئله اینجا است. این عبادت برای کی باید باشه؟ یا ایها الناس، اولین ندایی که در قرآن کریم هست، یعنی از اول سوره بقره که شروع می‌کنیم قرآن کریم اگر ما باز بکنیم برق بزنیم در همین صفحه 4 در این مصحف عثمان تا در آیه 20 سوره مبارکه بقره اولین ندای قرآن کریم است. یا ایها الناس، نمیگه یا ایها الذین آمنوا. حتی ای کسانی که ایمان آوردین هم نه، این کتاب مال هم است. یا ایها الناس، ای مردم، ای انسان ها، ای جن ها، اینا در این ندا همه داخل. درست. یا ایها الناس اعبدوا، عبادت کنید، ربکم، پروردگار شما. این پروردگار کیه که من باید عبادتش کنم؟ این ذاتی که من انسان و جن باید عبادت کنم این کیه؟ الذی خلقکم، اون کسی که شما رو خلق کرده بود. پس ببینید ما اول باید اعتراف بکنیم که فقط الله متعال خالق ماست. دقیقاً. و بعد چون فقط خالق الله متعال و مدیر و مدبر عالم الله متعال، فقط تنها این ذات شایسته عبادته. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. نه تنها شما رو، کسایی که قبل از شما بودن رو هم اون خلق کرده. این بسیار لطیفه این تعبیر این آیه. یعنی از زمان آدم علیه السلام اولین انسان، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام کسانی که در طول تاریخ اومدن، هر کسی که قبل از شما بوده و بعد از شما خواهد بود، همه اینها رو کی خلق کرده؟ الله. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. باشد که به تقوا برسید. حالا باز خلاصه کل عبادت، هدف از عبادت تقواست که در آخر این آیه ذکر میشه که باز اون مقوله های بعدی است که ان شاء الله در برنامه‌های پیش رو بهش خواهیم پرداخت. اما پس هدف از آفرینش آسمان ها و زمین عبادت انسان ها و جن هاست. ما باید فقط الله را عبادت بکنیم. الان در مسیر عبادت الله متعال کسانی که معترف به خلقت الله متعال هم هستن، یعنی وجودش رو اثبات میکنن، خلقتش رو هم قبول دارن. تا اینجا ابو جهل و ابو لهب، ابلیس هم هستن. از اینجا به بعد که صفها جدا میشه، این مرحله سومیه که صفها رو جدا میکنه. در مرحله وجود، اثبات وجود الله متعال در ربوبیتش که فقط خالق الله متعال و مالک و مدبر عالم و متصرف در امور عالم، تا اینجا با همین هستن. الله تعالی میفهمه ابو جهل اینو قبول داشت، ابو لهب، مشرکین مکه هم قبول داشتن، قبل شما خیلی قبول داشت، با جز تعدادی از ملحدین الا ماشاءالله. الا ماشاءالله. اونها هم باز تعبیرشون فرق میکرد. اونها میگفتن خالق، فقط تعبیرشون از خالق چه بود؟ میگفتن خود طبیعت است. الله متعال میفهمد و میگفتن و ما یهلکنا الا الدهر. خدا طبیعته که همه کار خودشه و خودشه. اونا مفهومشون فقط فرق میکرد، اگر نه در فکر اصلی بازم اونا همین مسیر رو میومدن. اما در مرحله‌ای که ما الان بحث عبادت وقتی که مطرح میشه، پس مسئله سر عبادته، محور عبادته، محور عبادته. و اینکه این عبادت خالص فقط باید برای چی باشه؟ الله متعال. الحمدلله رب العالمین، اول سوره، اول قرآن کریم. ما میگیم که تمام حمد ستایش از آن الله متعال است که مربی و پروردگار کل عالمیان است. بعد جلوتر که میریم میگیم که ایاک نعبد. این صفات رو ما در ابتدا ذکر میکنیم درباره الله متعال، خلقتش، درباره عظمتش، درباره صفاتش، رحمان و رحیم بودنش، مالک یومین بودنش، اعتراف به روز قیامت میکنیم. همه اینها
تا میرسیم ایاک نعبد، فقط تو رو عبادت میکنیم. الان مسئله روی محور این ایاک نعبد میچرخه. ایاک نعبد در این عبادت مسئله است. ایمان، ملاک ایمان اینجاست که آیا ایاک نعبد یعنی فقط تو رو عبادت میکنیم و ایاک نستعین و فقط از تو یاری میجوییم یا نه این جاهای دیگه هم میره. این مسئله بود که ما میبینیم الله متعال میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در آیه 106 سوره مبارکه یوسف میفرماید خیلی از کسانی که ادعای ایمان دارن، ایمان به الله متعال، ایمان اینا ایمان نیاوردن مگر این که ایمانی آمیخته با شرکه. اینجا وقتی که صحبت از عبادت میشه، تمام عبادت باید خاص برای الله متعال باشه. همینه که ما میبینیم تمام انبیای الهی هم که آمدن چی گفتن؟ لا اله الا انا فاعبدون. لا، همین دقیقاً و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه. در آیه 25 سوره مبارکه انبیا من الله با عظمت میفرماد، من الله با عظمت نفرستادم هیچ پیامبری رو مگر اینکه به وحی کردم که لا اله الا انا، تنها معبود به حق، اله رو صحبت میکنه، منم لا اله الا انا فعبدونی بوده که یاش حذف شده، یک کسره زیر نون گرفته قرار گرفته تا دلالت بر یا بکنه، حذف یا. فعبدون یعنی فقط منو عبادت کنید، فقط من الله با عظمت رو عبادت کنید. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه. در آیه 123 پایان سوره مبارکه هود الله متعال میفرماید غیب آسمان ها و زمین ها مال الله تعالی است و الیه یرجع الامر کله، تمام امور عالم به دست الله متعال است. پس حالا که این گونه است فاعبده، فقط الله متعال را عبادت کن، و توکل علیه، و بر او توکل کن، و ما ربک بغافل عما تعملون، و الله متعال از آن که شما انجام میدید غافل نیست. در آیه 6 سوره مبارکه باز فصلت میفرماید قل، بگو ای پیامبر انما انا بشر مثلکم، من انسان مثل شما هستم. یوحى الی انه لا اله الا انا، شما به من وحی میشه که بجز الله متعال کسی دیگری شایسته عبادت نیست. فاستقیموا الیه، پس به سوی او، به سوی الله متعال استقامت بکنید، در مسیر عبادت حرکت بکنید، و استغفروه، و از الله متعال طلب بخشش بکنید، و ویل للمشرکین، وای به حال مشرکین. چرا اینجا مشرکین ذکر شد؟ این مشرکین اینجا چرا بعد از عبادت الله متعال میاد؟ چرا اون آیه 106 سوره مبارکه یوسف رو برای ما تفسیر میکنه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این شرک در چی بود؟ چرا خیلی ایمان دارن شرک بودن؟ ابو جهل ایمان داشت، مگه نگفت که خالق آسمان و زمین الله؟ مگه نگفت مالک آسمان و زمین الله؟ مگر اینا رو الله تعالی میگه اعتراف نداشتن؟ همین دقیقاً همینه که الله اعتراف فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. شرک اینا در عبادت بود. اینا در بخش از عبادت ها غیر الله تعالی رو با الله تعالی شریک کردن. باز در پایان سوره مبارکه کهف شبیه همین آیه 6 سوره مبارکه فصلت رو ما داریم که الله تعالی فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انه لا اله الا هو. بعد که الله متعال میفهمد به من وحی شده، من انسان مثل شما هستم، به من وحی میشه که لا اله الا الله، غیر از الله متعال کسی دیگری شایسته عبادت نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که میخواد الله تعالی امید ملاقات الله متعال داره، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت، در چی شرک در چی نکنه؟ ولا یشرک بعبادت ربه احد، در عبادت الله متعال شرک قائل نشه. آنچه که ایمان ابو جهل و ابو لهب و امثال این افراد رو الله متعال نپذیرفت، مسئله در شرک در عبادت بود. و آنچه که اصلا چرا یعنی عدم عبادت نه بلکه شرک در عبادت، یعنی عبادتی داشتن اونها، درسته؟ عبادت الان ما خود قرآن کریم وقتی که ما صحبت میکنیم، قرآن کریم میفرماید که اینها همین مشرکین مکه اولا اعتراف میکنن که الله تعالی هست. بله. خب پس وجود الله متعال معترف بودن. دقیقاً. اینها احترامشون اصلا به کعبه به خاطر چی بود؟ به خاطر نسبت داشتنش به الله تعالی. بله. اینها که میهمانانی که میمدن به کعبه حالا برای زیارت، حالا گرچه زیارت منحرف شرکی کنه موقع بود برای کعبه می اومدن، اینها احترامشون به خاطر چی بود؟ به خاطر تعظیم کعبه بود. این تعظیم کعبه یک عبادته. احترام به کعبه یک عبادته. اما مهمانی که نامی دادن،
آبی که میدادن به حجاج، غذایی که میدادن به حجاج و رایگان، این عبادت بود. رسیدگی که میکردن به امور کعبه، این عبادت بود. به حتی الله تعالی میفرماید و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکأ و تصدیه. اینها نمازشون نزد بیت، یعنی یک نمازی هم داشتن دقیقاً، نمازشون حالا یک نماز حقیقی نبود، نمازی که تعریف شده بود. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکأ و تصدیه، دست میزدن و سوت میزدن و میچرخیدن و به هر حال. مگر اینها در زمان رسول صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت اصلا اسباب هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه و مدینه کجا فراهم شد؟ مگر رسول الله با انصار مدینه که در وهله اول در بیعت اول 6 نفر، در بیعت دوم حدود 18 نفر آمدن به مدینه مکه مکرمه، مگر رسول الله با انصار مدینه که بیعت کرد در بیعت عقبه، این بیعت در کجا گرفته شد؟ مگر در ایام حج و در مراسم حج قبل از هجرت در مکه رسول الله با اینا ملاقات نکرد؟ رسول الله با اصحاب با صحابه‌ای که از مدینه آمده بودن با انصار در کجا بیعت کرد؟ در منی بیعت کرد. دقیقاً. چیکار می‌کردن اونجا؟ آمده بودن برای چی؟ آمده بودن برای حج. و هر سال در ایام حج میرفتن از قبایل عرب که مردم به حج می آمدن دعوت میکردن به سوی اسلام. این دلالت بر این داره که در زمان یعنی رسول صلی الله علیه و سلم مشرکین مکه، رسول الله که حج دست رسول الله نبود، رسول الله که حج رو در سال آخر عمر مبارک اومدن، اصلا وجوب حج برای مسلمین بعد از فتح مکه بود. ما الان میبینیم که موضوع بحث حج رو پس مشرکین حج هم میکردن. خب این حج چی بود؟ عبادت بود. عبادت بود. این عبادت بود. اونا عبادتشون رو داشتن، حج میکردن، اونها نماز میخوندن، خدا میفهمد، اونها طواف میکردن دور کعبه، اونها دور کعبه طواف میکردن، اونها حتی بین صفا و مروه طواف میکردن که ان الصفا والمروه من شعائر الله. وقتی که این آیه نازل شد به خاطر چی بود؟ الله تعالی فرمود فمن تطوف بهما، کسی که فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، کسی که میخواد حج بکنه یا عمره بکنه ملامتی بر اون نیست که طواف بکنه، چون اونها طواف میکردن. بعد مسلمین گفتن حالا با شاید تشبیه بشه کار ما به اونها، با اونها سر صفا و مروه برها تحریف کرده بودن، بتی گذاشته بودن که حالا نماینده یک اولیای از الله متعال بود. کن بحث اصلی موضوع هست که اونا شرکشون در عبادت چه بود. اما خلاصه سخن اینه که ما اگر به الله متعال اعتقاد داشته باشیم به وجودش، به خالق بودنش، به رازق بودنش، به مالک بودنش، به متصرف بودنش در امور عالم، اما در مرحله عبادت نکنیم اصلا. حالا کسی از قبول داره خب خدا که هست نیازی به عبادت منم نداره، اصلا خدا چه نیازی به عبادت من داره؟ خدا من عبادت من نیازی نداره، به نماز روزه من نیازی نداره. خب چه دردش میخوره این ایمان شناخت خالی تنها بدون عبادت اصلا هیچ سودی نداره، هیچ دردی رو درمان نمیکنه. ایمانی که همراه با عمل نیست، ایمانی که نه نمازی داره، نه روزه‌ای داره، نه زکاتی داره، نه حجی داره، نه پایبندی به دین داره، نه جلوگیری از گناهان داره، نه تشویق برای انجام عبادت‌ها داره، این ایمان اسمش ایمانه. خب ابو جهل اینو گفت، شیطان هم گفت. ابو جهل بیشتر از این رو میگفت، عبادت هم که میکرد زحمت میکشید، یک زحمتی میکشید اما از راه به در شده بود. خب شیطان هم اینو گفت، شیطان هم اینو گفت. این به این تنها هیچ سودی نداره که عبادت نباشه. اما اگر عبادت هم بود، اما این عبادت در این عبادت تمام جز این عبادت خاص نشد برای الله تعالی، باز هم هیچ سودی برای ما نخواهد داشت. همونی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستیم و فقط تو رو عبادت میکنیم. تشکر، سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. البته گفتین که مشرکین قریش تنها به وجود الله ایمان نداشتن، بلکه به افعال الله متعال نیز ایمان داشتن که الله را خالق زمین و آسمان، خالق شب و روز، زندگی دهنده و میراننده، متصرف در امور، کسی که ملکوت کل شیء به دستش هست، به تمام این چیزها باور داشتن و هدف از خلقت گفتن که عبادت هست. در این بخش هم تا جایی سهیم بودن، یعنی انواع از عبادات را انجام میدادن، اما باز هم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بیننده های عزیز، یک برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم که این عبادت چی نیاز دارد که پذیرفته شود و مقبول باشد و چرا عبادت و ایمان ابو جهل تا این حد برش مفید تمام نشد و فایده ای نرساند. خدای نخواسته نباشه که تعداد زیادی از ما هم ایمان ابو جهلی داشته باشیم و خوش باشیم که ما هم مؤمن هستیم. با موضوع ایمان خالص البته همراه شما هستیم. بعد از یک برنامه کوتاه برمیگردیم، با ما باشید. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Really? That's the word.
فؤادك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين تلقى السعادة كلها فلنعم درب الصالحين عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين تلقى السعادة كلها فلنعم درب الصالحين من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی با موضوع ایمان خالص در برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه به میان برنامه برویم استاد سلیمانی عزیز روی موضوع این که الله متعال کائنات را برای انسانها و جنها آفریده و انسانها و جنها را برای عبادت خیش آفریده است. در باب عبادت بسیاری ها میلنگیدن. مشرکین قریش البته مشکلشان در همین باب بود. در باب قبلی که توحید ربوبیت یا ایمان به خالق بودن الله، به رازق بودن الله، به متصرف در کون بودن الله، آنها مشکل نداشتند. تمام این چیزها را باور داشتند و قبول داشتند. تنها چیزی که آنها در اون مشکل داشتند و با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رویش درگیر شدن مسئله عبادت بود. نه تنها عبادت بلکه عبادت خالص یا عبادتی که تنها برای الله انجام داده شود. اینجا آنها میلنگیدن و مشکلشان از اینجا آغاز شد. استاد سلیمانی عزیز شما گفتید که آیه را تلاوت کردید، فکر کنم از سوره زاریات بود، آیه 54 فکر کنم گفتین یا 56 که الله متعال میگوید که و ما خلقت الجن والانس
الا لیعبدون، جنها و انسانها را تنها به خاطر عبادت خیش آفریدم. میشه برای ما مختصرا بگوید که این عبادتی که الله متعال به خاطر آن یا برای آن انسانها و جنها را آفریده است چی است این عبادت؟ چون مشکل هم از اینجا آغاز می شود. در مسئله عبادت خیلی ها میلنگن. اول اگر عبادت هم بشناسیم، عبادت رو اگر ما بخوایم مختصرا معرفی بکنیم، اجازه میتین؟ بیننده های عزیز میبخشید، البته ما قصد داریم که امروز در این برنامه مشارکت های شما را نیز داشته باشیم. تا 10 الی 15 دقیقه دیگر شماره برنامه زیرنویس خواهد شد. بیننده های عزیزی که میخواهند در این بحث با ما شریک شوند، سوال یا پرسش اگر دارن روی موضوع لطف بکنن. موضوع امروز ما که ایمان خالص هست یا توحید الوهیت. در برنامه‌های قبلی هم روی موضوعات متعدد ایمان ما بحث هایی داشتیم. روی موضوعات گذشته یا موضوع امروز ما اگر پرسشی در ذهن شما هست، سوالی هست، میتونین مطرح کنین. انشالله تا 10 الی 15 دقیقه دیگر شماره برنامه زیرنویس خواهد شد. ببخشید میکنم. در تعریف عبادت اگر بخوایم مختصرا ذکر بکنیم، عبادت فقط تنها اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم که نماز هست، روزه هست، زکات هست و حج هست و آنچه که به هر حال ما به عنوان عبادت‌های بزرگ در دین ما بین اسلام انجام میدیم. عبادت معنای عامی داره و معنای شاملی داره و به هر چیزی اطلاق میشه که الله متعال او رو دوست داره، از اقوال، از افعال و از اعتقاد و باور. خلاصه صحبت ما الان نماز، روزه، زکات، حج این عبادت، صدقه دادن یک عبادت. ما عبادت‌های مالی داریم، عبادت‌های جانی داریم، عبادت‌های زبانی داریم که ذکر کردن هست و گفتن هست و تلاوت کردن هست. عبادت‌های قلبی داریم که توکل، اخلاص، که تقواست، که حسن رابطه با الله تعالی است، که ندامت درونی و توبه است، که این مواردی مثل ایمان و تصور ما نسبت به الله تعالی است. هر آن چیزی که ما برای تقرب به الله تعالی از اقوال، از افعال، از کردار، از پندار و اعتقاد و باور انجام میدیم، این عبادت. دعا کردن یک عبادت، ندا کردن یک عبادت، سجده کردن یک عبادت، قربانی کردن یک عبادت، نذر کردن. چون همه اینا به نیت چی انجام میشه؟ به نیت اجر و پاداش انجام میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لبخند شما به صورت برادرتون یک عبادته. ببینید پس معنای عامی داره. حالا ما برخی از این عبادت ها رو، این افعال رو، این کارها رو، مثلا دعا کردن ها رو، ندا کردن ها رو، قربانی کردن ها رو، نذر و نیاز کردن ها رو، صدقه دادن ها رو، نماز خوندن ها رو، روزه گرفتن ها رو، حج کردن ها رو و ذکر کردن ها رو، اینها رو اگر ما بیایم اینا رو چیکار بکنیم؟ اینها رو اگر ما بیایم به غیر الله تعالی اختصاص بدیم و نسبت بدیم، میشه شرک در عبادت. ما میبینیم که حالا در این باب عبادت که بحث اصلی، بحث دعوت تمام انبیاء الهی است، بحث توحیدی، بحث الوهیت، بله، که لا اله الا الله، نفرمودن لا خالق الا الله، لا مالک الا الله، لا رازق الا الله، لا اله، مسئله اله، تنها معبود به حق. حالا روی خود کلمه اله هم باز بیشتر صحبت خواهیم کرد که خود اصل معنای کلمه اله چی هست. ما ببینیم که در این بود، یعنی در بحث عبادت خیلی ها میلنگن. این عبادت گفتین هر آن چیزی که الله متعال او را دوست داره، از افعال و اقوال و باورها، هر چیزی که الله متعال دوست داره دقیقاً انجام دادنش به قصد تقرب به الله تعالی میشه عبادت. درست. الان ما این عبادت رو یعنی اگر چیزی به قصد تقرب الله ما انجام بدیم و الله او را دوست نداشته باشه، باز عبادت نمیشه. دقیقاً اون چیزی که الله متعال دوست نداره انجام دادنش گناه دیگه. و ما اگر چه به قصد تقرب انجام بدیم، اگر ما ترک چیزی که انجام، به قصد تقرب هم اگر انجام اگر بدیم، ما آنچه که ما الله متعال دوست نداره ما ترک کردیم به نیت تقرب به الله متعال، این بخشی از عبادت، این بخش دوم میشه. بخش دوم میشه انجام آنچه الله متعال دوست داره و ترک آنچه الله متعال دوست نداره به نیت تقرب به الله متعال میشه عبادت. حالا ما در اقوال، در افعال، در رفتار این بخشش حالا شما تکمیل کردید، من از زبانم افتاده بود. این رو پس عبادت این معنی رو در بر میگیره. حالا این عبادت رو کسانی که به غیر الله متعال اختصاص میدن دچار دو مشکل شدن. عده‌ای آمدن و چیکار کردن؟ اصلا در هم بحث اولی، در بحث توحید ربوبیت یا بحث خلقت آسمان ها و زمین با الله متعال دیر شریک دانستن. مثل مسیحیان گفتن اصلا خدا پسری داره، نعوذ بالله، به اسم عیسی، و اون هم خودش یک خداست. دقیقاً. و اون هم اصلا خلق تصرف و دخل تصرف داره. یهودیان گفتن عزیر پسر الله است و قالت الیهود عزیر ابن الله. و یک عده گفتن فرشتگان نعوذ بالله دختران الله تعالی هستن.
اینجوری گفتن. دقیق. الله تعالی رو قبول داشتن، اما در بحث خلقت آمدن اینجوری گفتن. درست. اینها الان ما در عصر زمانی خودمون داریم که دی میگن خدا 11 تا خدا مثل خودش خلق کرده که اینها هم قدرت در آسمان و زمین دارن، زمین رو خلق میکنن، مریض شفا میدن، این رو به هر حال اونجا باران میرزونن، رزق و روزی میرزونن و رزقشون از فلانی بخوان. امروز هم ما داریم ولای به نام ایمان و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. یهودی‌ها تنها عزیر رو ابن تنها الله بس خواندن. ببینید ما الان الله متعال از یهود صحبت میکنه، از نصارا صحبت میکنه و ما در پیکره بدن امت اسلامی خود ما هم کسانی رو داریم که دقیقاً مسیر یهود و نصارا رو در این باب دارن پیش میبرن. یا بدتر حالا از آن بدتر از اون شاید بعد نه برای عیسی علیه السلام و نه برای مثلا عزیر، آن برای دیگر اولیاء خدا و انبیاء الهی. ما بحث ما یک عده این گونه رفتن، یک عده اینا که دیگه در اصلا در اوجن و الله متعال در این باره فرمود و ما اتخذ الله من ولد، در آیه 91 سوره مبارکه الله متعال هیچ فرزندی برای خودش نگرفت. و ما کان معه من اله، چون گفتیم که عبادت بیشتر برای کی انجام میشه؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کسی که خلق داره خود به خود انسان میره سراغش، چون اصلا هدف از عبادت، یکی از اهدافی که ما انسان ها عبادت رو انجام میدیم به خاطر چی هست؟ ما به خاطر نفع، به خاطر جلب یک منفعتی و یا دفع یک مضرتی از خود میریم عبادت انجام میدیم. اگر این حب به منفعت و ترس از ضرر و زیان در وجود ما نبود، ما انگیزه‌ای برای عبادت پیدا نمی‌کردیم. به همین خاطره که ما به خاطر دفع مضرت از خودمون که به حال عذاب دوزخ هست، مشکلات هست، مصیبت‌ها هست، عدم آرامش هست، همین چیزایی که ما به خاطر دوری از الله متعال به ما خواهد رسید، و در مقابل برای دست یافتن به رحمت الله تعالی، به نعمت‌های الله تعالی، به آرامش درونی خودمون در دنیا و در آخرت، به بهشتش، به خاطر منفعت‌ها داریم میریم. نفع و ضرر، جلب منفعت، دفع مضرت، بزرگترین قوه محرکه است برای حرکت به سوی عبادت. درست. ما الان این رو وقتی انسان به سمت کی این رو صرف میکنه، عبادت به سمت کی میره؟ به سمت کسی که انسان میدونه حداقل یک قدرت جلب، میتونه جلب منفعت بکنه، میتونه دفع مضرتی داشته باشه، به این خاطر آدم میره. و کسی میتونه این کار بکنه که خلق داشته باشه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون خودش خلق کرده، همه کار است. اینهایی که در خلقت الله متعال عده‌ای رو شریک کردن و الله متعال در آیات فراوانی رد میکنه اینو. قل ارایتم ما تدعون من دون الله، کسانی که به غیر از الله تعالی به فریاد میخوانید و کمک میطلبید، ارونی ماذا خلقوا من الارض، و من نشون بده چه چیزی از آسمان و زمین اینها خلق کردن. ام لهم شرک فی السماوات، آیا اینا در آسمان و زمین شراکتی داشتن؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. یک دلیل از کتاب‌های آسمانی گذشته، یک دلیل علمی بیارید که شما ثابت بکنن چیزی که شما اگر راست میگید که اینها خلقت داشتن. بله متعال اینو نقد میکنه در آیه 3 سوره مبارکه احقاف و آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون که در آیه صحبت می‌کنیم. ما اتخذ الله من ولد، الله متعال فرزندی بر خودش نیاورده. و ما کان معه من اله، و هیچ کسی شایسته معبود بودن نداره و عبادت شدن. اگر این گونه بود که الله متعال غیر از خود خالق دیگری می بود غیر از الله، اذن لذهب كل اله بما خلق. هر کسی میرفت سراغ مخلوقات خودش تقسیم میکردن. چند وقت پیش یکی میگفت که در وقت مرگ فلانی فرشته ها اومدن جانش رو بگیرن، فرشته های دیگه اومدن جانش، گفتن نه هنوز وقت داره، اینا گفتن نه باید بگیریم، اونا گفتن نه خیر هنوز چند ماه مونده، اینا گفتن خدا ما رو فرستاده، گفت نه خیر حسین ما رو فرستاده. این همونه، این همینی که الله تعالی اینجا در آیه 91 میفرماید در سوره مؤمنون. اذن اگر غیر از الله تعالی خدای دیگری می بود، لذهب كل اله بما خلق، هر کس میرفت پیش مخلوق خودش تا مشکلش حل بکنه. ولعل بعضهم على بعض، اصلا این به سر اون به سر این خدا با اون درگیر میشد، اون خدای آسمان با خدای زمین و خدای زمین با خدای آسمان و این با اون و اون با اون میشد دیگه طبیعتا. یا این چند حالت داره، یا اینکه این خداها با هم درگیر میشدن و همه یکی غالب میشد بر بقیه، که پس همون یکی که غالب میشه اون خداست، این بقیه همه نوکرای اونه که وقتی در مقابل شکست خوردن خدا شکست معنایی نداره. یا اینکه کلا همینجوری درگیر بودن با هم دیگه، کل دنیا هم بنده هاشون، این بندش با اون و اون پیامبری داشت، اون پیامبر خودشو داشت و این نبی خودشو داشت و اون عذاب خودشو داشت و این خدای اون بهشت خودشو داشت و جنگ بین خدایان میشد. ولعل بعضهم علی بعض، اگر در آسمان ها و زمین این حالت می بود، اصلا در آیه دیگر الله تعالی فرمود لفسدتا، پس بین میرفت همین چی.
سبحان الله عما یصفون، پاک منزه است از آن چه که الله متعال از آن چه که اینو توصیف میکنه. این یک بوده. کسانی که در عبادت مشرک شدن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یکیش اینه. یک بود دیگه اینها آمدن. سلیمانی عزیز این آیت را شما خیلی تکرار کردین، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در آیه این سوره یوسف هست، درست؟ در مورد مشرکین قریش است این آیه؟ این آیه رو وقتی که نازل میشه در خلال سوره یوسف علیه السلام، در پایان داستان یوسف علیه السلام که در مکه نازل شده برای رسول صلی الله علیه و تا متوجه بشه که بابا اینهایی که شما الان دعوت میدی گرچه از فامیل تو هستن، از قوم تو هستن، از اطرافیان تو هستن، اما اینها اولا که مشکلات اینها شما رو نرنجونه، چون نزدیکتر از اینها برادران یوسف به یوسف برادر تنیش بودن، چه کار کردن باهاش؟ اما آخر مال یوسف شد حکایت. شما یک دفعه ناراحت نباش، اولا که عاقبت مال تو، مثل یوسف علیه السلام. اما و قبلش ما دو آیه قبلش داریم که و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، هر چقدر شما تلاش بکنید رسول من، خیلی از مردم ایمان نمیارن. نه و کأی من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه آز نشانه‌هایی بر وحدانیت الله متعال و بر خاص بودنش برای عبادت در آسمان و زمین است که اینو قبول نمی‌کنن. بعد آیه میفهمد الله متعال که اینها اینو قبول ندارن. و این آیه درباره مشرکین قریش نازل شد به صورت خصوص، اما ما یه قاعده کلی در قرآن کریم داریم که عبرت به عموم لفظ هست نه به خصوص سببی که درباره اون نازل میشه. این برای مشرکین قریش بود و هر کسی که بر منوال و منهج و معتقد مشرکین قریش داره پیش میره. پس هدفم اینجا از این پرسش این بود که یعنی یک نوعی از ایمان را الله متعال برایشان ثابت میکنه. این میخواستم بگم که ما در بخش اول گفتیم انحراف از عبادت، یک عده‌ای که با خلقت الله متعال، با خلقت الله در الله متعال کسان دیگری رو با الله متعال در خلقت آمدن شریک کردن که مسیحیان و یهودیان و کسانی هستن که میگن انسان‌هایی اصلا غیر الله تعالی، هر کسی چه فرشتگان چه انبیا در خلق آسمان و زمین تصرف دارن. اینو یک عده اینا، یک عده این کارو نکردن، یعنی در ربوبیت و توحید ربوبیت و در خلقت آسمان و زمین مشکل نداشتن، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب. اینا بعضیشون بهتر از اونا بود در این باب. چرا؟ چون اینها میگفتن فقط مال الله تعالی است. سیقولون لله. دقیقاً. اگر بپرسید کی آسمان و زمین رو خلق کرده، لیقولون الله، فقط میگن الله متعال، کسی نیست. اما یک مشکل دیگه اینها داشتن، اینها هم عبادت‌هایی رو، نه همه عبادت‌ها رو، برخی از عبادت‌ها رو به غیر الله متعال نسبت میدن، براشون نذر و نیاز میکردن، براشون قربانی میکردن، برای اولیای الهی، برای انبیای الهی، کسانی که از دنیا رفته بودن، با اونها رو نزد الله تعالی مقرب میدانستن و فکر میکردن که ما اگر بیایم پیش اینها قربانی بکنیم، نذر و نیاز بکنیم، بگیم یا فلان و یا فلان و یا فلان مدد، اینها چون نزد الله تعالی خیلی قرب داشتن، منزلت داشتن، اینها میرن ندای ما رو میشنون، صدای ما رو میشنون، میرن پیش الله متعال، سفارش ما رو میکنن پیش الله متعال. اینها به این حجت که اینها نزد الله تعالی مقربن، ما میایم پیش اینها نزدیکی میکنیم به اینها، دل اینا رو به دست میاریم، این که رفت پیش الله تعالی، الله تعالی دیگه خود به خود اینو رد نمیکنه. اینها در این بود دچار این شرک شدن که اینها، ما الله متعال در آیه 18 سوره مبارکه یونس میفهمد و یعبدون من دون الله، اینها عبادت میکردن. عبادتشون چی بود؟ یا فلان گفتن عبادت بود. اینها چرا اینها با لا اله الا الله رسول صلی الله علیه و سلم مشکل داشتن؟ مشرکین مکه با اینکه خدا رو قبول داشتن، با آسمان و زمین، مالک آسمان و زمین، خالق آسمان و زمین، مشکل چی بود؟ وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لا اله الا الله، اله به چه معنا بود؟ اینو خوب میفهمیدن که اله یعنی چی. اله یعنی چی؟ اله از مألوه گرفته شده. کلمه مألوه یعنی ما یقصد الیه فی الحوائج، آنچه که در حاجت ها انسان به او مراجعه میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که فقط یک حاجت گشا هست در عالم، اونم الله تعالی است. برای رفع حاجت های خودتون، برای جلب منفعت و برای دفع مضرت فقط پیش یک ذات باید برید، اونم الله تعالی است. غیر از الله تعالی هیچ کسی این توانایی رو برای شما نداره و هیچ واسطه‌ای بین خود و شما هم نگذاشته. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، هر وقت بندگان من از من بپرسن که من کجا هستم، یه رسول من بپرسن خدا دور یا نزدیک، من نزدیکم. این مسئله اینها الله تعالی میفهمد عبادت میکردن، قربانی میکردن، نذر و نیاز میکردن، نذر فلان و نذر فلان عبادته، یا فلان مدد گفتن، دعا کردن و خواستن عبادته، دور اینها طواف میکردن، برای اینها صفاتی قائل بودن که میگفتن اینها بین ما و الله تعالی واسطه هستن. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اصلا هدف عبادت چی بود؟ گفتیم جلب منفعت یا دفع مضرته. اینها رفته بودن این طرف،
و یقولون، اگر میگفتی چرا این کارو میکنین چی میگفتن؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما اینا که این که خدا نیست، این خالق آسمان زمین نیست، این مالک آسمان زمین نیست، من میدونم نیست. فقط مسئله اینه که الان این نزد الله تعالی مقربه. اینا کسایی که بودن هبل، لات، عزا، منات، وات، سوا، یغوث، یعوق، نصر، حتی مجسمه ابراهیم علیه السلام داخل کعبه بود، مجسمه اسماعیل علیه السلام داخل کعبه بود. اینها مجسمه های اولیاء اللهی بودن که اینها جلوی اینها می آمدن، تعظیم میکردن، قربانی میکردن، نذر و نیاز میکردن برای اینها به این نیت که روح اون بزرگ حلول میکنه در این مجسمه، صدای منو میشنوه، میره پیش الله تعالی شفاعت ما میکنه. اینو ما در سوره زمر آیه 3 هم داریم که الله تعالی میفرماد اینها میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اگر اینها رو عبادت میکنیم، قبول داشتن که عبادت میکنن در این بود، اما نه به این خاطر که این خداست. من میدونم که این خالق آسمان زمین اللهه. عبادت هم به هدف تقرب بوده. این هدفشون تقرب به الله است. دقیقاً. ببینید عبادت به خاطر رسیدن به الله، هدف الله. اینها در ادعا گفتن ما میخوایم به الله برسیم. حالا برای من روسیای گناهکار چه رویی دارم برم پیش خدا که من سیاه بدبخت گناهکار روسیا رو قبول نمیکنه که فلانی که مقرب نزد الله تعالی است، میرن پیشش. قیاس کردن الله تعالی رو با پادشاهان دنیا. میخوای بری پیش پادشاه، برو چیکار کن؟ برو پیش شخصی، اونجا پیش وزیرش، پیش سردفترش، پیش این و اون و اون فامیلش، همسرش شفاعت، برو این دل اینو به دست بیار، خود به خود دل پادشاه رو برات به دست میاره. در حالی که فراموش کردن لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. مثل الله تعالی هیچ کسی، و هو السمیع البصیر، و هیچ کسی مثل الله تعالی نیست. و الله تعالی است که با همه انسان ها فرق میکنه، با همه مخلوقاتش فرق میکنه. الله تعالی نیازی به وزیر نداره. پادشاه نیاز به وزیر داره چون ناقصه، چون نمیتونه به همه کارا برسه. نیاز به همسر داره چون نیاز داره، از هر جا رو نمیشنوه، هر جا رو نمیبینه. اما الله تعالی نه نیاز به فرزند داره، نه نیاز به وزیر داره، نه نیاز به هیچ کدوم از اینها رو برای خودش قرار نداده و در شغل ملک و بر پادشاهیش کسی رو هم شریک نکرد. اینها این مشکل رو داشتن. الان مشکل اصلی اینها چی بود؟ بین خود و بین الله تعالی واسطه هایی تراشیدن که نبود. در آیه 18 سوره مبارکه یونس وقتی گفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الله تعالی پاسخشون رو چی داد؟ فرمود قل اتنبئون الله. آیا الله تعالی رو به چیزی خبر میدید که لا یعلم من فی اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، که اصلا در علم الله تعالی در آسمان و زمین همچین چیزی نیست. یعنی الله تعالی همچین واسطه هایی، همچین درجه هایی، همچین شفاعت هایی رو که شما ادعا میکنید خلق نکرده. بیش کسی همچین شفاعتی نداده، بیش کسی همچین اختیاری نداده، بیش کسی همچین قدرتی نداده. و بلکه در آیه 5 سوره مبارکه احقاف فرمود و من اضل، کیه گمراهتر از اون کسی که کسانی رو به فریاد میخواند که تا روز قیامت ندای او رو نمیشنوند و هم من دعاهم غافلون. اصلا اینو نمیشنون، شما چی میگین؟ اصلا اینو خبر ندارن از حال شما، چه برسه که بخوان شفاعت شما رو پیش الله تعالی بکنن. تشکر استاد سلیمانی عزیز. علاوه از این که آنها انواعی از عبادت ها را برای این مجسمه هایی که از اولیاء الله ساخته بودن صرف میکردن و مثل نذر و دعا و غیره، آیا عبادت هایی را هم داشتن که تنها برای الله انجام میداده باشن، نه برای این بت‌ها؟ همین آدما، همین هایی رو که همین ابو جهل، همین ابو لهب که الله تعالی رسولش رو فرستاد با اینا جنگید، در بدر کشتنشون، در احد، در خندق، اینا یعنی شک نداریم که در اوج کفرن. الله تعالی فرمود قل یا ایها الکافرون. اصلا سوره کافرون درباره اینا یعنی کسی با محمد صلی الله علیه و سلم بجنگه دیگه. حالا ما این کسی که با رسول الله میجنگه خدای رسول الله رو قبول داره، به صفات خالقیت و مالکیتش هم اعتقاد داره. یعنی اینجوری نیست که اون طرف منکر وجود الله باشه. الله تعالی میفهمه ابوجهل قبول داشت، بلکه این عبادتی که شما اشاره کردید عبادت های خالصانه هم داشتن. الله تعالی میفهمد فاذا ركبوا في الفلك، وقتی که اینا در کشتی ها سوار می شدن، دعوا الله مخلصین له الدین، فقط خالص میکردن دعاها و نداهاشون رو برای الله تعالی. کی دیگه اونجا ابو جهل، ابو لهب، همین مشرکین مکه اون موقع دیگه نمیگفتن یا فلان مدد یا فلان مدد یا فلان مدد، نمیگفتن به گرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. اینا خیلی بدتر از ابو جهلن. الله تعالی میفرماد ابو جهل در کشتی وقتی که گیر میکرد چی میگفت؟ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. خدایا امروز دیگه اگر خودت نجات دادی یا الله، نه لات و نه هبل و نه عزا و نه منات، اینا هیچی نمیتونن بدن و خدای خودت مستقیم کمک بکن به من. برش کن اینا اصلا یادشون میرفت لاتی بود، هبلی بود، واسطه بین تو الله تعالی بود، تو رو که الله تعالی قبول نمیکرد، اینا یادشون میرفت.
الان ما ایده داریم که بدتر از اونان. من اینه که میگم ما خیلی از ما متاسفانه در جامعه ما ایمانهایی بدتر از ایمان ابو جهل و ابلیس داریم. به این خاطره ایمان ابو جهل اینو قرآن داره میگه، اینا رو از جیب خودم در نمیارم، همش آیات قرآنه. قرآن داره میگه که اگر اینها در کشتی سوار میشدن دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی که نجات پیدا میکرد باز میرفت، باز وقتی که برمیگشت میومد پیش این به هر حال مجسمه لات که احساس میکرد روح لات در این میاد، بعد دوباره میگفت یا لات ادرکنی یا منات ادرکنی و دوباره یادش میرفت که اینجا حکایت چیه. الان ما موضوعی که در بحث توحید الوهیت بسیار مهمه، خاص کردن عبادت فقط برای الله تعالی. دعا کردن یک عبادت است. چرا؟ در سوره غافر آیه 60 الله متعال فرمود و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار شما میفرماید که منو بخوانید استجابت میکنم به شما. ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. کسانی که از عبادت من امتناع میکنن و روی گردان میشن، این عبادت کدوم عبادته؟ اول آیه ذکر شد و قال ربکم ادعونی استجب لکم، منو بخوانید دعا کنید که شما رو استجابت بکنم. اما کسانی که از دعا خواندن الله متعال، از ندا کردن الله متعال، از اینکه دست بلند بکنن یا الله مدد بگن استکبار و روی گردانی میکنن، به خار شده به دوزخ داخل میشن. و دلیل دیگری که دعا عبادته غیر از این آیه سوره مبارکه غافر آیه 6 سوره مبارکه احقاف هست که الله متعال فرمود کیه گمراهتر از اون کسی در آیه 5 که کسانی رو میخواند و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه، کسانی که تا روز قیامت استجابت نمیکنن دعای اینها رو و هم عن دعائهم، و از دعای اینها یا فلان مدد یا فلان مدد غافلونن. و اذا حشر الناس، روز قیامت هم کانوا لهم اعداء، اینایی که فکر میکردن فلانی به من کمک میکنه و من دو دستی میبره بهش، روز قیامت دشمن اینها میشن. و کانوا بعبادتهم کافرین، انکار میکنن عبادت رو که اینها میکنن. این عبادتشون چی بود؟ دعایی که اینها میکردن یا فلان مدد. چون الله تعالی فرمود و من اضل ممن یدعو، کسی که میخواند. دعا کردن عبادت. الان ما اگر به وجود الله متعال معترف باشیم، به خالق بودنش معترف باشیم، رازق بودنش، مالک بودنش، متصرف در امور عالم باشیم، همه اینا رو قبول بکنیم، اما در بحث عبادت وقتی که به عبادت میرسیم فقط ایاک نعبد رو نتونسته باشیم در زندگی اجرا بکنیم و ایاک نستعین رو، چرا اینو ما در هر نماز هر رکعت میخونیم؟ اگر یک تعدادش هم بکنیم و یک تعدادش ولو اینکه یک ذره، الله تعالی خوشش نمیاد از چی؟ مثلا نماز برای خدا میخونیم، حج میکنیم، روزه رو میگیریم، لیکن وقتی یک مشکل آمد میگیم یا امام زمان یا علی یا الله تعالی فلان یا فلان. الله تعالی از این که در محبت با الله تعالی، در بندگی عبد بودن، عبدالله بودن، عبدالرحمن بودن، بندگی بزرگترین درجه این که الله تعالی به بندگانش میده. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با تمام عظمتش وقتی که به آسمان برد، سفر معراج و سفر اسراء، چی فرمود؟ سبحان الذی اسری بعبده، بنده خودش رو برد. بعد در شب معراج فرمود فاوحى الی عبده ما اوحى، و بنده خودش وحی کرد. بندگی رو وقتی ما خاص نکردیم برای الله تعالی، تمام ذره ذرهش رو، اون موقع دیگه نباید انتظار داشته باشیم که الله تعالی ما رو بخشه. الله تعالی خوشش نمیاد که در محبتش، در بندگیش کسی دیگه شریک بشه. ما الان در دو تا دوست انسان ها تو زمین دنیای خدا، یک انسانی وقتی که کسی رو شدیداً دوست داره اصلا خوشش نمیاد که این پیش کسی دیگه بره غذا بخوره، پیش کسی دیگه بره بشینه یک نیم ساعت وقتش رو صرف بکنه. شده اینجوری واقعا کسی که واقعا به اوج محبت میرسه شده، باور کنید که همسر خانم دوست نداره که شوهرش با دوستای خودش بشینه محفل بره بگرده بچرخه. این اوج محبته، این اوج محبت. درسته؟ حالا ما کاری نداریم درست و غلطش. انسان ها، یک پدری ثروت داره، عزت داره، قدرت داره، بچهش به جای اینکه بیاد از پدر خودش بخواد بره پیش نوکر بچهش، بشه نگهبان دم در، بشه یکی از نوکرهای باباش، یک کارمنده باباش دست دراز بکنه که من کمک بکن، بابا خبر بشه ناراحت نمیشه. الله متعال مثالش خیلی بالاتر و عظیمتر از اینه. الله متعال هیچ دوست نداره کسی عبادت‌های خودش رو برای غیر الله متعال
صرف بکنیم. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. وقتی ما به پایان رسیده است. بیننده های عزیز، امیدوارم که از صحبت های جالب و علمی استاد سلیمانی عزیز استفاده وافری برده باشید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني